خب امروز می‌خوایم با هم یه سفری بکنیم به قلب آسمون و بفهمیم دقیقاً چی باعث میشه که یه جنگنده به سلطان بی‌رقیب نبردهای هوایی تبدیل بشه. چه ویژگی‌های این ماشین‌های شگفت‌انگیز رو در اوج قدرت و فناوری قرار داده. پس واقعاً برای حکمرانی بر آسمون‌ها چی لازمه؟ فقط سرعت و قدرت آتش کافیه؟ یا نه راز این برتری یه جای خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تره؟ بیایید با هم این راز رو کشف کنیم. اولین و شاید بشه گفت حیاتی ترین ویژگی توی نبردهای هوایی مدرن هنر دیده نشدنه. قابلیتی که بهش میگیم پنهانکاری یا استلث. ببینید یه قانون خیلی ساده توی نبرد هوایی وجود داره. شما نمیتونید با چیزی بجنگید که نمیبینیدش. و دقیقاً همینجاست که فناوری پنهانکاری وارد میدون میشه و کل قواعد بازی رو از اول مینویسه. ایده اصلی پنهانکاری دوروبر یه مفهوم کلیدی میچرخه، سطح مقطع راداری یا RCS. این معیار نشون میده که یه شی چقدر برای رادار قابل شناساییه. RCS کوچیکتر یعنی شما توی دنیای امواج رادیویی یه سایه کوچیکتر دارید. فقط تصور کنید یه بمب افکن غورپیکر بتونه رد پای راداری یه پروانه رو از خودش به جا بذاره. خب حالا چطوری به همچین چیزی میرسن؟ همه چیز از طراحی شروع میشه. بدنه هواپیما با زاویه‌های خیلی خاصی ساخته میشه تا امواج رادار رو منحرف کنه. از مواد ویژه‌ای استفاده میکنن که این امواج رو جذب میکنن. موتورها رو توی عمق بدنه قایم میکنن تا اثر حرارتی به حداقل برسه. و تسلیحات هم توی محفظه‌های داخلی قرار میگیرن تا هیچ برجستگی اضافه‌ای روی بدنه نباشه. اما خب پنهانکاری فقط نصف داستانه. وقتی نبرد به فاصله نزدیک یا همون داگ فایت میکشه، یه ویژگی دیگه هست که حتی از سرعت هم مهمتر میشه. قدرت مانور. این دوتا ویژگی انگار دروی یه سکن. سرعت بالا به شما این قدرت رو میده که شرایط نبرد رو کنترل کنید. یعنی میتونید خیلی سریع به تهدیدها برسید یا ازشون فرار کنید. اما مانورپذیری برگ برنده شما توی نبردهای نزدیکه. باهاش میتونید از موشک‌ها جا خالی بدید و دشمن رو درست توی تیررس خودتون قرار بدید. پس هدف نهایی این نیست که بین سرعت و مانور یکی رو انتخاب کنیم. نه. هدف رسیدن به یه تعادل بی‌نقصه. اینجاست که یه فناوری فوق‌العاده به اسم جهت‌دهی رانش یا thrust vectoring وارد صحنه میشه. این تکنولوژی به جنگنده‌ها اجازه میده نیروی موتور رو به هر جهتی که میخوان هدایت کنن و مانورهای انجام بدن که انگار قوانین فیزیک رو زیر پا میذارن. خب تا اینجا ما از بدن و عضلات این شکارچی حرف زدیم، ولی حالا وقتشه که بریم سراغ مغز متفکرش، سیستم‌های الکترولیکی پیشرفته یا همون اویونیک. یه جنگنده رده بالا دیگه فقط یه ماشین پرنده نیست. فکر کنید یه شبکه پرنده از سنسورهای پیشرفته است. این شبکه مثل یه سیستم عصبی غول‌پیکر کار میکنه که دائم در حال جمع‌آوری و پردازش اطلاعات از محیط اطرافشه. این یعنی چی؟ یعنی نقش خلبان کلاً عوض شده. وظیفه اون دیگه فقط پرواز دادن هواپیما نیست، بلکه مدیریت یه سیل عظیم از اطلاعات که از هر طرف به سمتش میاد. برای اینکه مقیاس این پردازش دستتون بیاد، فقط به این عدد فکر کنید. کامپیوتر مرکزی یه جنگنده برتر بیشتر از 10 تریلیون محاسبه را در هر ثانیه انجام میده. این قدرت پردازشی باور نکردنی به خلبان اجازه میده تا تصمیم‌های مرگ و زندگی رو توی چشم به هم زدن بگیره. خب این همه قدرت پردازش برای یه هدف خیلی حیاتی استفاده میشه. چیزی به اسم ادغام حسگرها. کامپیوتر داده‌های رادار، سنسورهای فروسرخ و بقیه سیستم‌ها رو میگیره و همه رو با هم ترکیب میکنه تا یه تصویر تاکتیکی ساده و قابل فهم به خلبان نشون بده. یعنی در واقع اون هرج و مرج اطلاعات رو به یه مزیت استراتژیک تبدیل میکنه. بسیار خوب، ما 3 تا قطعه اصلی پازل رو بررسی کردیم: پنهانکاری، مانورپذیری و یه مغز الکترونیکی قدرتمند. حالا وقتشه که اینا رو کنار هم بذاریم و به سوال اصلیمون جواب بدیم. پس آناتومی یه شکارچی برتر آسمون از 3 تا چیز تشکیل شده: یه شنل نامرئی کننده که همون پنهانکاریه، یه ورزشکار بی‌نقص که چابکی و عملکردشه و یه مغز اپ کامپیوتری که سیستم‌های الکترونیکی پیشرفتشه.
و نکته کلیدی دقیقاً همینه. بهترین جنگنده اونی نیست که فقط توی یه زمینه عالی باشه. برتری واقعی از ترکیب بی‌نقص و یکپارچه این سه تا ویژگی به وجود میاد. این هماهنگیه که یه ماشین جنگی رو به حاکم مطلق آسمون تبدیل میکنه. و در نهایت یه سوال بزرگ برای آینده باقی میمونه. با پیشرفت هوش مصنوعی آیا خلبان انسان هنوز هم یه نقطه قوت یا داره به نقطه ضعف بعدی تبدیل میشه؟ آینده نبردهای هوایی شاید خیلی متفاوت‌تر از چیزی باشه که امروز تصور میکنیم.